پاناکوتا یه دسر خیلی شیک و مجلسی که با کمترین هزینه و مواد در دسترس آماده میشه. امروز قراره 3 طعم وانیلی، نسکافه‌ای و شکلاتیش رو با هم دیگه درست کنیم. پس اول از همه سیوش کن تا با هم بریم آموزشش رو ببینیم. شیر، نشاسته ذرت، پودر ژلاتین و شکر رو با هم ترکیب میکنیم، میذاریم روی حرارت ملایم. شیر نباید بجوشه در حدی که ذرات ژلاتین حل بشه. بعد خامه بنمالی شده و وانیل رو بهش اضافه میکنیم و از رو حرارت برمیداریم. به 3 قسمت تقسیم میکنیم. به قسمت اول نسکافه، قسمت دوم شکلات بنمالی شده و پودر کاکائو و قسمت سوم وانیلی. بعد ظرفای خوشگلتون رو بیارین و لایه اول وانیلی بریزین، بذارید یخچال ببنده. لایه دوم نسکافه، مجدد یخچال و لایه سوم هم شکلاتی. فقط حواستون باشه هر لایه باید کامل ببنده. بعد لایه بعدی رو بریزید. اندازه و نکات رو تو کپشن نوشتم. برای دیدن آموزش های دیگه یه سر به پیجم بزن.